یه پسر 20 ساله هر چقدر قوی باشی، ایمانت محکم باشه، باز پرونده های اعدام به همه میرسه. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو این شغل. تعداد بازداشتی ها خیلی زیاده. بچه های 14-15 ساله تا مرد و زنش 60-70 ساله. هر روزم دارن بیشتر میشه. بازداشتگاه پر شده. به ما گفتن تکلیف بازداشتی ها رو زودتر روشن کنیم. تو چند دقیقه باید بتونم تفهیم اتهام کنم و تصمیم بگیرم. روزی 100 تا 200 تا 300 تا چه میدونم.